ببینیم که به پدرای یا به مادرای میگن این صغیره، این یتیمه، این بیچاره، این بیکسه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سال جاهلیت که در مکه مکرمه، امروز الحمدلله عشر است، امروز زکات است، امروز صدقه است. در اون وقت کفار بود، این عشر زکات صدقه نبود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حال دشواری عمر بسر می بود. پدر نه، مادر نه، برادر نه، دادر نه، خواهر نه، طفل یکتا. خلاصه اینکه تا اینکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سینشان با 25 رسید. اینا الحمدلله که هر یکی ما و شما، هر بنده مسلمان از تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الحمدلله که با خبر است. زیرا آنکه هر ماه مولود الحمدلله و قرضه مولود از تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم. الحمدلله همه با خبرند. تا اینکه حضرت رسول الله در سن 25 رسید و در 25 سالگیش با خدیجه رضی الله عنها عقد نکاح کرده. وقتی در حدیث آمده است که بهترین زنها، زیباترین زنها، زیباترین زنها در روی زمین یکم مریم مادر عیسی علیه السلام بود و دوم خدیجه رضی الله عنها مادر ما و شما، زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در او حال 40 ساله عمر داشت، 40 ساله بود. میگویند که 2 شهوت کردگی بود و باز تمام مالدارای مکه، پولدارای مکه، دولتدارای مکه خواستگار میفرستادن به خدیجه را تا اینکه خدیجه قبول کنه در نکاح آنها بود رایت. در سال جاهلیت خدیجه را خدیجه تو طاهره میگفتن، خدیجه تو طیبه میگفتن، زیرا اینکه فطرت داشت. یعنی فطرت که مثلا قرآن کریم در مکه مکرمه فرود آمد، نازل شد. ابو جهل هم در مکه مکرمه بود، ابو لهب هم در مکه مکرمه بود، عمر هم در مکه مکرمه، عثمان هم، علی هم، سعد هم، ابو بکر هم، همه در مکه مکرمه بودند. چرا بعضی از اینها هدایت یافتند و بعضی نه؟ فطرت بود. الله رب العزت هر یک بنده را خلق میکنه و فطرت خلق میکنه. فطرت همین که بد از نیک میفهمه، ظلم عین ظلمی میفهمه، نیک از بد میفهمه، خوبی را از ناخوبی میفهمه، عذاب میفهمه، مشقت میفهمه. کسی را تهمت نمیکنه، کسی را مجبور نمیکنه، مال کسی را نمیخوره. امروز هم میبینیم مشرکای هستن که حق خودش میگیره. سخن حق اگرچه مسلمان نیست، اگرچه ایمان نداره، ناکی فطرت داره، فطرت در همو هست، مال ترا نمیخوره، حق ترا نمیخوره، حق ترا نمیگیره. این فطرت است. در مکه مکرمه این انسان‌هایی که هدایت یافتن، راه قرآن و راه جنت یافتن، اینها فطرت داشتن. الله رب العزت به سبب فطرت اینها را هدایت کرد. و او ابو جهل و ابو لهب که فطرت نداشتن، ظلم به کس روا میدیدن، جبر به بنده روا میدیدن، عذاب به بنده روا میدیدن، فطرت توفیق که نداشتن، اونها از دین به دین موندن. خدیجه طاهره این فطرت داشت. بنابر همین وقتی دید رسول اکرم که سفر کرد با تجارت، مالهای خدیجه را برد و آمد، برکت زیاد شد، خودش حضرت خدیجه رضی الله عنها خواستگار فرستاد. یک کنیزی داشت، او را فرستاد که بره محمد سخن که دعوت کن که به من ازدواج میکنه. خودش آمد، میسره نام داشت، نزدی محمد صلی الله علیه و سلم آمد، گفت ما منعک ان تزوج یا محمد؟ چرا چی معنی میکنه که زن نمیگیری ای محمد؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت لیس فی یدی شیئا، من در دست چیزی ندارم. برای زنگیری مال در کار، متاع در کار، پول در کار، من چیزی ندارم. گفت اگر کسی ترا بگیره که مالت بتیا، متاعت بتیا، پول چیزت بتیا، چه را قبول میکنی؟ گفت من برای پول مال قبول نمیکنم. نه که او که خدیجه؟ گفت آره خدیجه. و بعد ازدواج کردن با خدیجه رضی الله عنها. این اولین نکاح حضرت رسول اکرم بود. حضرت رسول الله گفتن ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این نکاح سنتی من است، کسی که نکاح میکنه او امت من است، کسی که نکاح نمیکنه او امت من نیست. نه که نکاح سنتی داره برادرم، با سنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، نه غیر سنت. غیر سنت چیز اون نکاح حساب نمیشود.
بعدا حتی اینکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سن 40 سالگی رسید، در مکه مکرمه با این طریقه زندگی میکرد. فسق فساد مکه مکرمه چنان به دلتنگی آورده بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که غار حرا رفته بود و در غار حرا میرفت طاعت عبادت میکرد. در بین مردم مکه ظلم و ستم و فسق فساد و فجور او را تبش خیره میکرد. میرفت غار حرا تنهایی را اختیار کرده بود و طاعت عبادت میکرد، حتی اینکه الله رب العزت او را به پیغمبری دعوت کرد. در سن 40 سالگیش بود که الله رب العزت او را پیغمبر اعلان کرد و آمد به خدیجه رضی الله عنها را بیان کرد. اولین شخصی که ایمان آورد این خدیجه رضی الله عنها بود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه صدیقه میپرسد که برای تو کدام زنها بهتر بود ای زنان؟ میگه همش برای من زن است. ناکی خدیجه رضی الله عنها زنی بود که اسلام اول باور کرد. وقتی او در نکاح من بود، من الله رب العزت به پیغمبری دعوت کرد. وقتی که او در نکاح من بود آمدم، یکمین انسانی که با من همشریک شد این رأی من، رأی فکر الله، قانون الله، قرآن الله قبول کرد، این خدیجه رضی الله عنها بود و برای او فرزند شد. از او برای من چند فرزند شد. میگه از این فهمیده میشه که بهترین زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این خدیجه رضی الله عنها بود. و باز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک پسر داشت به نام قاسم، بعضی میگن به نام عبدالله. از دنیا گذشت. وقتی که دعوتی به اسلام میکرد از دنیا گذشت. مشرکای مکه گفتن که اکو محمد صلی الله علیه و سلم آغازی به دعوت شروع کرده بود، دیگه پسر نداره. دین اینا پسراش کسی که دین داره پس ایسان خودش پسرش او را میبره. این که از دنیا میره دیگه پسر نداره. این شان اکه هو الابتر صدق الله العظیم. دیگه اقتعش دم بریده شد، میگه این دیگه نمیبره. سخن این رکی بالا میبره، دین این رکی با پیش میبره. فرزندش میره و تمام فرزندش از دنیا رفت. الله رب العزت میگه که دین ترا با بالا تمام بندگان و امتان تو میبره. امروز ببین اگر که پسر یک عربایی که اون زمان پسر داشتن، پسراشو که از دنیا که رفتن پدراشو، پسراشو 23 سال که حیات دیدن یک بار رحمت گفتن نگفتن. امروز زیاده از 14 عصر شد، 1400 سال شد، تمام مردم مسلمان او تاجیک، قرغیز، قزاق، هند، تتر، ترکمن، کدام ملتی که هست نیست همه حضرت خداوند میگه النبی اعلی بالمؤمنین من انفسهم، همه با محمد صلی الله علیه و سلم فرزند شدن. 1400 سال پس امروز شما را ببینه صدقه میکنه، طعام تیار میکنه، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات و سلام و درود میفرسته. این از چیست؟ هدایت. این از تقوا هست، این از فطرت است که الله رب العزت او فطرت در دل هر یکی ما و شما الحمدلله که جاگیر کرده است. مثل ما و شما صدها نفرها هستند که از این طرف و طرفی را رفته ایستادن، کسی داخل مسجد نشید. شما را الله دوست داشته است، محبت داشته است به شما که شما را مسجد آورده است. و این طریق فطرت بود. اون مشرکای مکه میگفتند که این دینش با آخر میرسه. الحمدلله که امروز هم دین او با بالا رفته ایستاده است. هر روز دین او با بالا رفته ایستاده است. من نکنم برادری من نکنه دیگر انسانی هست میخیزه سخن الله سخن حق میرسونه. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. الله رب العزت وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خلق کرد، داعیا الی الله باذنه، میگو با اجازت الله دعوت میکنه و یک چراغ است که شما را از گمراهی، از تاریکی به سوی روشنی میآورد. این الله رب العزت ما را روشنی که برای ما، چراغ برای ما آورد که شب تاری ما را روشن کرد، این حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و خلاصه که در مکه مکرمه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال دعوت کردند، دعوتی به اسلام. انسان باید خود من آمدم نماز خواندم از گردن من خالص نمی شود، از گردن من برادر باید به مسجد دعوت کرد. نمازخوان باید سیرت داشته باشد، صورت داشته باشد، رفتار داشته باشد، اخلاق داشته باشد. شخصی نمازخوان در مسجد نمازخوان بیرون از مسجد شناخته شود که این انسان نمازخوان است، بیرون از مسجد شناخته شود که این مسلمان است، این توفیق داره، این انصاف داره.
امروز ما در مسجد نماز میخونیم، بیرون از مسجد کسی ما را نمیگه که ما نمازخوانیم. رفتار ما، اخلاق ما، کردار ما، اعمال ما با شخص نمازخوان مانند نیست. باور کنید چند پیش یک برادر قرقیز قط یک تاجیک من گذاشتم که مناقشه شوشید. گفت که من در 45 سالگی نمازخوانی بودم. برادر قرقیز میگه که رسول اکرم در 45 دعوت به پیغمبری شد. ایرا او برادر قرقیز سند کرده است، میگه من در 45 سالگی نمازخوان شدنی بودم. نه که اگه دیگر نماز نمیخوانم که نمازخوانی تو را میبینم. من چیکار کردم؟ میگه من آستا آستا رفتن گرفتم گوش کردم که همین چیز خان میکنه. میگه که تو میره در اونجا نماز میخونی، در اینجا میای مردم فریب میکنی. چه نماز خونیه؟ من دیگه نماز نمیخونم. او برادرم میشناسه، نامش بگیرم، او قرقیز هم همین جهانی هم هست حضور داره. اینه برادرای عزیز، اسلامی ما را بین، مسلمانی ما را بین، نمازخوانی ما ایتره. غلط، فریب، دروغ، تهمت، ظلم، سلامت کاری دیگر نداره. ما الحمدلله نماز خانیم. مسجد می حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسجد میرفت نمازش میخوند. اسلام ما از کجا پیدا میشید؟ صحابه ها میرفتن نمازش میخوند، برایش رفتن میگرفت. اسلام ما از کجا پیدا میشید؟ 13 سال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه تا فقط دعوت به سوی الله یگانه کرد، به سوی طاعت عبادت خالق یکتا. حتی حیرت میزدن شنوندگان مکه مکرمه در حیرانی میماندند. میگفتند پدرای ما مثلا ابراهیم علیه السلام دعوت به سوی خدا، نوح علیه السلام دعوت به سوی الله یکتا، موسی علیه السلام دعوت به سوی الله یکتا، عیسی علیه السلام دعوت به سوی الله یکتا، محمد صلی الله علیه و سلم دعوت به سوی الله یکتا. فکرمند میشدند که این چی با همه یک سخن میگن، همه دعوت به سوی الله یگانه. این بود که الله او را هدایت کرد. فکر کردن نماز خواندن از مسجد بیرون برآمدن این راه اسلامی نیست. الله رب العزت افلا یتذکرون افلا یتدبرون افلا یعقلون برای چیست؟ نماز خواندی تو فکر کن، تفکر کن. و نماز خواندن الحمدلله این فریضه اسلامی هر یک شخص و فرد مسلمان باید نماز بخونه. لکن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی جنت داخل می شود، کسی که میخواهد جنت رو پیروی از من کنه. رسول اکرم با رفتارش، با کردارش، با اخلاقش باید رفتار کنی تا اینکه داخل جنت شوی. و نماز خواندن از مسجد برآمدن این راه جنت نیست. برادر بی نماز دیدیم به مسجد دعوت کنیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان دعوت هر کسی را میدیدن. برادر عزیز مسجد اسلام، نماز جماعت، نماز جمع و باز شب میخستن نمازی تهجد. نامش میپرسید نامش چی هست؟ نام فلان. شب میخستن دعا میکردن، نماز تهجد میخواندن، پروردگارا فلان انسان هدایت بکن. این دعای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای صحابگان بود که از مکه مکرمه که امروز اکثر ما و شما مکه مکرمه را در خریطه ندیدیم. اسلام با ما و شما از کجا آمده رسید؟ این فکر بود، فکر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فکر صحابگان کرام تا اینکه ما و شما اسلام دار شویم. روایت میکنن، من اکو قصه روایت نمیکنم، در حضرت عمر رضی الله عنه ایمان یاری همین من بیان شما بیان کنم. عمر فاروق وقتی میگه در اسلام داخل شد، اسلام فرق کرد. حضرت میگه عمر فاروق رضی الله عنه روزی بود میگه که وقتی که مسلمانان چند نفره چند عده مسلمان شدن و مشرکا او را عذاب اذیت میدادن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه با صحابه ها نشسته بودن، روز پنجشنبه نماز خواندن، نماز خفتن بود و دعا کرد، گفت پروردگارا یا که عمر یا که ابو جهل، حضرت عمر یا که ابو جهل، از همین دو نفر کدومی که برای تو الله رب العزت مناسب است یکی از اینها رو با اسلام و شرف بگردان. یا عمر یا ابو بکر، یا عمر یا ابو جهل. کدومیش که خداوند برای تو پسندیده هست همیشه به اسلام، همانشه به اسلام و شرف بگردان. یا از دارندگان مکه مکرمه بودن، از با قبل این روزه ما بگیم از زورا و مستنای مکه مکرمه بودن. میگه و عمر با دیگران با
قبیله مشرکین نشسته بودن و فکر داشتن که چی کار کنیم که محمد صلی الله علیه و سلم عیبین بره. گردن محمد صلی الله علیه و سلم ببره. محمد صلی الله علیه و سلم دعا داره که برادر من هدایت بکن و او کار میگیره که من چیکار کنم که گردن محمد ببرم. اسلام ایه، مسلمانی ایه، نمازخانی ایه. میگه سحر شد خیست عمر رضی الله عنه کار گرفت. عرب همین بودن، مشرکین عرب همین بودن. الحمدلله که امروز ما سازیم، همه کار داشتن، به سخن به یک گپ کار نمیگرفت گردن نمیزد. الله قرآن فرستاد، همه این مردم هدایت یافتند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله در قرآن میگوید که من با از اینها راضی شدم. کسی که پیروی به قرآن شود الله از او راضی می شود. و با بندگان صادق صالح شدن که 1400 سال شد ما با او صلوات و درود میفرستیم. کار دگرف میگه از خانه بیرون رفته استبود که یکی صحابه به نام والله اعلم خالد بود، خالد ابن سعید بود، نامش از یادم برآمد. میگه دید همورا، گفت گجا میره عمر، گجا میره، کار در دست گجا را حتی هستی، گجا روانه. گفت من میرم به همین کار گردن محمد صلی الله علیه و سلم میبرم. برای چی گفتی این کار میکنی؟ گفت این مردم همه را از دین پدر شروع گردان، از بت پرستی و از سنگ پرستی و از آتش پرستی همه اینها را رو گردانده است. من میرم به این کار گردن او را جدا میکنم. بعدا میگه حضرت صحابه گفت یا عمر، تو از خاندان برای این نه که او محمد صلی الله علیه و سلم گفت از قبیله قریش بنی هاشم و قریشیه خبر بیاون که تو گردن محمد زده، او قوم و قبیله میخیزن گردن چرا میبره؟ گفت با این خلات اسلام ناورده باشی؟ گفت من اسلام آورده گیم. عمر کار نمیکشه به سری او را، او هم کار نمیکشه. میگه من سری ترسم الله هست. انسانی که از الله میترسه از چیزی نمیترسه. او وقتی میگه چه عمل بودی و که ما از تو میترسیدیم، او وقت ما هم به مثل تو بودیم. امروز که ما اسلام آوردگیم، ایمان داریم، ما از تو نمیترسیم. بعدا میگه تو برای از خاندان خودت ببین، خواهر ایمان آورده است، یزنت ایمان آورده است، تا از این بخبر به سر ما کار میکشی. وقتی عمر رضی الله عنه سخن میفهمه که خواهرش هم ایمان آورده است، یزنش هم ایمان آورده است، راحتی میشه، میگه روانه میشوه خانه خواهرش. در خانه خواهرش میگه وقتی که میروه میدرایه، در خانه محکمه بستگی است. تق میزنه در خانه، میگن کیه؟ میبینن که حضرت عمر رضی الله عنه است. بعدا خواهرش میگه که عمر است. میگه در این حالت با خباب، حضرت خباب و یزنه عمر رضی الله عنه تلاوت قرآن داشتن. میگه قرآن یک ورقی بود، سوره طه نازل شده بود، همون را تلاوت میکردن حضرت خباب و یزنه حضرت عمر تلاوت داشتن. وقتی میفهمن که عمر آمد، او را میمانن، حضرت خباب بجا میشوه و درش میکشاین. عمر میگه در این خانه چی صحبت بود؟ چی تلاوت بود؟ خواهرش میگه ما یگون چی تلاوت نداشتیم. یزنش میگه که من قطعی زنم صحبت داشتم، در دست عمر چیزی بود. میگه میزنه در سر خواهرش میکفه. میگه چه دروغ میگوی دشمنی جانم؟ چیکار میکردی؟ شما یکی از دین پدر تو رو نگردانده باشه و دین محمد قبول کرده باشه. یزنش از اون طرف میگه دین محمد که حق باشه، دین الله باشه، ما کی دیگر قبول کنیم؟ حضرت عمر میگه از گریبانای یزنش میخوابه در زمین، میزنش که خواهرش میدوه. با میگه حضرت عمر یک مشت دیگه در دهن خواهرش میزنه، دهنش میگه پریخون میشوه، سرش خون، دهنش خون. و نظر میکنه که در اون طرف یک کاغذ افتادگی است، یک کاغذ ماندگی، یک کاغذی که ورقی که سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تا اینکه اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. تا این موقع قرائت میکنه. داشتن حضرت خباب و یزنه حضرت عمر. وقتی که میبینه
ورقی را که سوره قرآن نویستگی هم امر میکنه که ورقه با من که خواهرش نمیمانه. میگه که نه ایره تو مناسب نیست که ایره بخوابی، تو نجاستی. میگه نجاست حقوق نداره که کلام الله بود دستگیری کنه. همه قضاره میکنه نمیمونش. عمر در فکر میدراید که این خواهر من بود، من چیکار کردم با این؟ و این سخن ببین، این سخن الله چی طریق با محمد چی طریق ایمان آوردن، با قرآن چی طریق. و نمیگه او کاغذ که سخن الله نویسته حضرت عمر قرائتش کنه. میگه عمر میخوای که این را قرائت کنی، برم غسل کن بعد بیا قرائتش کن. حضرت عمر رضی الله عنه میرم غسل میکنه و بعد میاد این آیت مبارکه را تلاوت میکنه. تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. وقتی که میخونه تا ایننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری، تا این موضوع میخونه در فکر فرو میرود، در حیرت میمونه. و حضرت عمر میگه به خواهرش و بایزنش که بیای من پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم. حضرت خباب میبینه که دیرش دیگر شد، رفتارش دیگر شد، معنیش دیگر شد. از اون طرف میبره میگه ای خباب، ای عمر، بگاه میگه ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز گذاشتیم. حضرت رسول الله در نمازش دعا کرد که پروردگار را از این دو نفر عمر یا که ابو جهل کسی برای تو مناسب است، یکی از اینها را هدایت کرد. الله تو را هدایت کرده است. نزد رسول الله میرود و کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار میکنه. دعوت اسلام، ذکر، تذکر بود که این مردم همه الحمدلله که اسلام قبول کردن و به اسلام شدن. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آیت مبارکه این است: ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. من خداوند متعال میگه این قرآن برای نازل نکردم که به شما ای محمد و به پیروان شما مشقت کنم. روایت میکنه که بگهی نشسته بودن، رسول الله با همراهی صحابگان نماز خواند. بعد از فاتحه نماز قرائت طولانی کرد، سوره دراز قرائت کرد. در یکم رکعتم در دوم رکعتم مشرکان دیدن گفتن که این قرآن برای هدایت نیست بلکه برای جبر محمد صلی الله علیه و سلم است. حضرت خداوند متعال گفت ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. مقصد من این نیست که این قرآن برای مزمینی شما، این برای بدی، برای سختی، این برای هدایت است، این برای تقواست. و عمر رضی الله عنه خوند ایننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. گفته می شود در آیت مبارکه که انا الله ایننی انا الله لا اله الا هو. من الله یگانه هستم، من عبادت کنید و اقیم الصلاة و نماز بگذاره. وقتی انسانی که نماز میگذاره و تمام اعضای بدن، دست، زبان، پا، قیام، قرائت، رکوع، محدث کرام میگه که انسانی که در حال نماز خواندن نماز میگذاره دلش به الله چسبیدگی است. میگه این طریق بود که عمر رضی الله عنه و دیگر بندگان الله ایمان آوردن و باز خالص برای خاطر الله باشد انشاءالله سبب هدایت میشه، سبب ایمان میشه، سبب دین میشه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی حضرت عمر میآید که ایمان میاره بسیار خرسند خوشحال میشوند. دیگر را برای مسلمانان در مکه مکرمه آزاد رفتن. وقتی عمر ایمان آورد، اسلام قبول کرد، میرفتن نماز میخواندن و از مسجد باز می آمدن. زیرا اینکه عمر هم یکی از شخصهای با نفوذ مکه مکرمه بود. اسلام آوردن عمر رضی الله عنه رونق رواج یافت. و باز و نه اینکه عمر، صدها نفر، حضرت مصعب رضی الله عنه یکی از جوان بود، میگه با همراه صحابگان رضی الله عنه نشست و رفتار صحابگان کرام را دید و گفتار صحابگان کرام را دید. میگه ایمان آورد، نوجوان بود و ایمانش را از خاندانش پنهان میکرد که من ایمان آوردگیم. ایمان پنهان میکرد، خاندانش نمیگفت که من با محمد صلی الله علیه و سلم و بدین الله ایمان آوردگیم، سخن نمیکرد. خلاصه اینکه روز از خاندانش با خبر میشوند که مصعب هم ایمان آورده، نوجوان.
میگه میخپن میبندنش چند روزه، بعد از این هوی میکنه و میگریزه هجرت میکنه به حبش و بعدا به مدینه منوره. از روز میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت مصعب میبینه آوای دیدش میریزه، گریان میشود. مصعب یک فرزند از خاندان بوی به دولت مکه مکرمه بود که هر لباسی که در مکه مکرمه بود مصعب میپوشیدش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میبینه در تنش یک پیراهنی هست که چند جا پرگی داره و با یک پرگی کلان داره که لاخ نیافته از پرگیش کنه، پوست گوسفند چرم پرگیش کرده است و اسلام آورده و با این طریق اسلام با ما و شما آورده رسانده. خالص هر یک عملی که نماز میخوانی خالص برای الله بکن، ثواب هدایت است. مسجد میای خالص برای الله بیا، ثواب هدایت تقوا است. سوداگری میکنی فند فریب نکن، خالص برای الله بکن، هدایت تقوا است. راه میروی سفر میکنی خالص برای الله بره، در راه در کار هر عملی که برای خاطر الله باشه او برای برکت داره. با فکر با ذکر با تذکر باشه او برای برکت داره. روایت میکنن که یک انسان برادرای عزیز گوش کنه، من چی میگم شما را. این شبی مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از فضیلت و مهربانی و مرحمتش ای شب قدر افضلتر و بالاتر و بلندتر. ماه مبارک رمضان همه ما و شما میدونیم فضیلت چه. ماه مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضیلتش از فضیلت شب قدر زیادتر است، زیرا اینکه شب قدر ماه مبارک رمضان قرآن همه به سبب همین شبی که رحمت للعالمین به دنیا آمد همین فرستاده شد. خالص عمل حاضر ما بازار باشه یا یک فیلم باشه یا یک کنسرت باشه یا کینوتئاتر باشه 10 ساعت میشینیم یک تم موجه نمیزنیم. برای تقوا دعوای مسلمانی میکنی 5 منوت 6 هممون کار بار داریم، ما هم کار بار داریم. شب الحمدلله بکاریم بشینه انشالله حال با پس همین همی برادرها هستن قرائت میکنن، انا انشالله با سخن میکنن، مولود میخونن، انشالله شب تا سحر ده همینجا هیچ برادر عزیز تشویش نکشه. بعدا چکا میکنه میگه در خالص برای الله باشه. بنده میگه وای میکنه سوداگر تاجر تجارتکار کار میگه در دستش در سونگش خزینش صابون و شونه و عینه و آهینه و چیزی دیگر میگرفته در ودر خونه میگشت میفروخت. زن میگه میبینه که یک جوانی بسیار زیبا با تقوا نورانی خدمتکار شرایط میکنه که برای همون جوانم بگو بیایا من از او چیزی میخرم. داخل خونه میشوه، داخل دروازه میشوه، قصری بلند دروازه های بلند. میگه ای جوان تی چه حاله که میگردی به یک شونه و آهینه تجار میگیری؟ تو بیا خطی من مقصدی من حاصل که چند بخواهی من ترمیتیم در این دروازه را محکم میکنم. قرفکتی کلی نمیگیره. جوان این طرف او طرف نظر میکنه چیزی نمیبینه. زنک میدرایه، زن میدرایه تا اینکه خشا زیب و زینت بتیه و برایه. جوان این طرف او طرف دروازه بلند دیواری بلند یکان چیز از دستش نمیاد او طرف نگاه میکنه که حاجت خانه درون حاجت خانه میدرایه و اخلاطا را میگیره در سر روش میشکه پار نیم تماما پر میکنه که هیچ. وقتی زنک میدرایه میبینه که این جوان به این حالته وای بر حالی میگه چه حاله؟ من رفتم آرایش دادم خدمت برای پیش تفرام تخده بچه حال که در دروازه را هوی میکنه. جوان سبحان الله الحمدلله گفته به قدی کوچه میدوه خانه شان چند قشلاق اون طرف میگه قد و قدی ره میدوه اون نمیدانست که در من چیه. میگه تمام قشلاق ها وقتی که در قشلاق میدرایه بوی مشک بوی عنبر قشلاق پهن میکنه. همه با پیشواز میبرایند که این چی بوی خجل چی بوی مشک عنبره؟ برای خاطره که تقوا بود، ترس الله بود. هر یک عملی که برای خاطر خدا باشه او مشک عنبر را میز کرد. خلاصه این که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت کردن در دنیا چنده که الحمدلله که از ما و از برادرای ما و ایمان آوردن اسلام قبول کردن دین آوردن دین به ما و شما رساندن و چند دیگر که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مان از دنیا رفتن. حضرت رسول اکرم روزی که از دنیا رفتن 63 سال عمر حیات دیدن در مدینه منوره. وقتی از دنیا رفتن اکنون این بود که ما
حضرت رسول الله یک دعا داشتن اللهم اهدنی قومی فانهم لا یعلمون. پروردگارا این قومی من هدایت بکن یا نمیدونن یا میدونستن این عمل برای من روانه میدیدن. گفتن هر روز همین دعاها را و فقط همین دعاها را میکرد حتی اینکه از دنیا رفت. روایت میکنه که روزی که پیش از رفتنش در دنیا بود حضرت جبرائیل علیه السلام یک روز نزد محمد صلی الله علیه و سلم آمد. دید که محمد صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل که تماما رنگش تغییر یافته شده است، رنگش دیگرگون بود. گفت یا رسول الله یا محمد. جبرائیل گفت یا جبرائیل برای چی که من میبینم رنگی تغییر یافتگیه؟ گفت رسول اکرم من از نزد الله آمدم، الله برای شما سلام گفت و 7 قبط جهنم آفرید، دوزخ آفرید و قبط هفتم را برای امتانی که ای محمد آفرید. وقتی این سخن محمد صلی الله علیه و سلم شنید گفت یا جبرائیل آیا این غم کم بود که امت من بی نماز است؟ این غم کم بود که امت من بی روزه است؟ این غم کم بود که امت من بی زکات است؟ این غم کم بود که امت من فسق و فساد است که با یک غم دیگری بر بالای غم‌های من ضم کردی که الله رب العزت برای امت من جهنم آفریده است؟ گفته میگه حضرت رسول اکرم ازش رفتن که حضرت جبرائیل علیه السلام دست شبر داشتن و حضرت رسول اکرم قپیدن حتی که میگه حضرت رسول نشست و با گریه شروع کرد. چند روز گریه کردن. حضرت عمر آمد، حضرت عثمان آمد، حضرت علی آمد، سرش نمیبرداشت و وای امتی گفته گریه میکرد. حتی میگه رخساره های مبارک رسول اکرم آبی چشم که شور است میگه رخساره هاش بریده بود. وقتی روزی میگه فاطمه رضی الله عنها آمد گفت یا پدر بزرگوار سرت را بردار. وقتی آواز فاطمه رضی الله عنها را شنید میگه سرش برداشت و گفت ای جان پدر چی شده است؟ گفت پدر قدر میگیری. گفت ای جان پدر حضرت جبرائیل آمد پیش من و برای من خبر که الله رب العزت برای امتانی که جهنم آفریده است. از این گفت من در گریه شروع کردم. حالی امت من چی می شود که امت من با امت محمد صلی الله علیه و سلم. خلاصه این که حضرت رسول اکرم بعد بیان کرد گفت که روز قیامت وقتی که می شود بیان کنیم برادر یا بسر اینجا 7 قبط است. اکنون نگفتیم برای میبینیم که شما قبول نداریم. و برادران عزیز اسلام خیلی نمیفهم که بعدا نگه که جهنم برای امتی که من آفریده است بنابر سبب همین میگه من در مشکلی در عذابم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه میگه روزی که قیامت میشود قیامت قایم میشود میگه همه بندگان از اول تا اخیر همه اونجا حضور دارن و میگه منم الله رسول اکرم میگه که منم در اونجا حضور دارم. من امتان من شفاعت میکنم انا ادخر الدعوت لشفاعت امتی یوم القیامه. من اون دعایی که موسی کرد، عیسی کرد و دیگر 9 تا پیغمبرانی که در دنیا کردن من نکردم. هر سختی و عذابی که امتان برای من آوردن من اون را طاقت کردم تا اینکه در روز قیامت سبب رستگاری امتان شوم. میگه بعدن میگه روز قیامت همه نزد جمع میشوند در حیرت که کی باشد که ما را شفاعت کنه. همه میگن نزد آدم علیه السلام میروند که ای پدر ما در دنیا وقتی که زندگی میکردیم کار مهمی برای ما پیش میومد ما پیش پدرمون میرفتیم پدرامون ما را سخن یاد میدادن. امروز پدر ما شما هستی ما را سخن یاد بدیم ما کجا برویم در این محشرگاه روز قیامت؟ حضرت آدم علیه السلام میگه این جنت است، درهای جنت هستند. من در همین جنت بودم برای خطای الله رب العزت من از این جنت ران من دیگر شفاعت بین شما و بین الله کردن نمیتونم. من خودم میگه در حیرتم که چی طریق پیش رسول پیش الله میرم و با الله هم چی طریق ملاقات میکنم و الله من از چی بیان میکنم. بعدا از اون میگه پیش نوح علیه السلام بره، ابراهیم خلیل بره. پیش ابراهیم میان میگن یا ابراهیم پدر ما هستی شما ما را شفیع شو تا اینکه در جنت داخل شیم. حضرت ابراهیم میگه وقتی که من در یک روزی توی بود مشرکان رفتن با تویشان من همه بت‌های اونها را با کار با تور زدم سرهاشو و دستاشو بریدم. بتی کارنیش در گردنش تور موندن. گفتم که وقتی پرسیدم که ابراهیم تو همین را برای بت‌های من کردی؟ میگه گفتم که همون کارنیشو کرد. من این را به طرح مسخره آمیز گفتگی بودم نه اینکه دروغ نه که من میترسم که الله رب العزت برای سخن من چی میگفته باشه من شفیع شدن نمیتونم. پیش نوح بره